سلام به شما همراهان عزیز. اگر روزی یه قاشق سرکه سیب بخوری چه اتفاقایی برای بدنت میفته؟ تو این ویدیو میخوایم فواید سرکه سیب رو بگیم که اگر تا انتهای این ویدیو رو ببینید مطمئن باشین که روزانه یه قاشق سرکه سیب رو استفاده میکنید. اولا اینکه سرکه سیب چون اسیدی هست بدن رو به سمت اسیدی شدن میبره. اسید سیتریک موجود در سرکه سیب کمک به هضم غذا میکنه. وقتی که شما سرکه سیب رو استفاده میکنید آنزیم های هضم غذا سرعت بیشتری میگیره و هضم براتون راحت تر میشه. کسایی که مشکل هضم غذا دارن و بعد از خوردن غذا احساس سنگینی میکنن با استفاده از سرکه سیب آنزیم های سرکه سیب به آنزیم های هضم غذا کمک میکنه و هضم غذاتون خیلی راحت تر میشه. کمک میکنه یک سری مواد معدنی مثل منیزیم و کلسیم بهتر جذب بشه، چون این مواد معدنی به یک pH مشخصی نیاز دارن. وقتی که شما اسید سیتریک موجود در سرکه سیب که سرکه سیب رو استفاده میکنید بدن میره به سمت اسیدی شدن و این مواد معدنی بهتر جذب میشه. مثلا دارید منیزیم و کلسیم استفاده میکنید، وقتی که سرکه سیب استفاده کنید این مواد معدنی بهتر و بیشتر جذب بدنتون میشه و همچنین به جذب 2 ویتامین هم کمک میکنه. ویتامین B12 و ویتامین K رو جذبش رو بیشتر میکنه. به کاهش اسید رفلاکس هم کمک میکنه. رفلاکس وقتی اتفاق میفته که دریچه بین معده و مری کامل بسته نشده و اون محتویات معده بالا میاد، از این دریچه بیرون میاد و به سمت مری میره و در طولانی مدت میتونه براتون خطرناک باشه. وقتی که شما سرکه سیب رو استفاده میکنید این دریچه کامل بسته میشه و اون اسید معده دیگه به سمت مری نمیاد و شما احساس رفلاکس دیگه ندارید. کمک به کاهش نفخ هم میکنه، چون میتونه پروتئین ها رو بهتر بشکنه و هضمش رو راحت‌تر کنه. شاید یکی از دلیل های ایجاد نفخ شکم این هست که این پروتئین ها به راحتی هضم نمیشه و سرکه سیب به خاطر داشتن آنزیمی که داره باعث میشه که این پروتئین ها شکسته بشه، راحت تر هضم بشه و نفخ شکم ایجاد نشه. سرکه سیب به تنظیم قند خون و بالانس انسولین هم کمک میکنه. شاید به خاطر همینه که میگن چربی سوزه. حالا چرا چربی بیشتری میسوزونه؟ چون هورمون انسولین رو بالانس میکنه. مقاومت به انسولین باعث میشه که ما ریزه‌خواری کنیم، باعث عدم کاهش وزن، ریزش مو، خستگی و بیخوابی، اینها همش به خاطر بالانس نبودن هورمون انسولین هست. وقتی که شما سرکه سیب رو استفاده میکنید هورمون انسولین بالانس میشه، باعث میشه که قند خون کنترل بشه و همچنین کلسترول کاهش پیدا میکنه. وقتی که قند اضافی در بدن نباشه دیگه تبدیل به چربی نمیشه که ما بخوایم چاق بشیم. پس به خاطر همین هست که میگن سرکه سیب چربی سوز هست. کمک به ترشح مایع صفرا میکنه و هضم رو راحت تر میکنه و حتی برای کنترل کلسترول هم خوبه. اون چربی غذا رو کنترل میکنه و کسایی که سنگ صفرا هم دارن استفاده کنن، چون مایع صفرا رو بیشتر میکنه احساس سنگینی بعض غذا رو براشون از بین میبره. چون کسایی که سنگ صفرا دارن همیشه بعد از خوردن غذا احساس سنگینی میکنن. سنگ صفرا رو از بین نمیبره ولی میتونه پیشگیری کنه که سنگ ایجاد نشه. سرکه سیب سیستم ایمنی بدن رو بالا میبره. وقتی که در بدن عفونتی باشه سرکه سیب رو که شما استفاده میکنید باعث میشه که گلبولهای سفید سرعت بیشتری در برابر اون عفونت ها محافظت کنه بدن رو و سیستم ایمنی بدن رو بالا میبره. حالا سرکه سیب رو کی استفاده کنید؟ اگر میخواید کاهش وزن داشته باشید، کنترل قند خون یا اینکه بالانس انسولین داشته باشید، قبل از غذا استفاده کنید. یک قاشق سرکه سیب رو در 1 لیوان آب میتونید میل کنید. میتونید 1 قاشق چایخوری آب لیمو هم بهش اضافه کنید که حالا سنگ کلیه تشکیل نشه، حالا پیشگیری کنید. و بهتر این که با نی بنوشید که به دندوناتون هم آسیب نزنه.
اگر سوزش معده دارید یا مشکلات معده دارید همین رو بعد از غذا استفاده کنید که حالا براتون خطری هم نداشته باشه. اگر میخواید از فوایدش در طول زندگیتون استفاده کنید، این یک قاشق سرکه سیب با یه لیوان آب رو بذارید روتین زندگیتون که از فوایدش استفاده کنید. اگر این ویدیو براتون مفید بود ممنون بابت لایکتون. نظرات با ارزشتون رو در کامنت برام بنویسین و کانال رو سابسکرایب کنید اگر ندارین تا اطلاعات مفید سلامتی و طب سنتی رو ببینید. ممنون از همراهیتون. شاد و سلامت.